مصطفی رحیمزاده ساکن 24 ساله جماعت همدان ناحیه نورآباد که روز 6 دکبر در روز توی دامادیش در راه به خانه عروسش در راه تاجیک آباد پیلدان دچار صدمه شد، اخیراً در بیمارستان جان داده است. در این باره ژورنالیست شعلا نجمیدینова خبر داد. ماشین کیه که مصطفی رحیمزاده در آن برای آوردن عروسش به جماعت پیلدان ناحیه لخش می رفت، صبح 6 دکبر سال 2020 تخمینا ساعت 10 هنگام حرکت از سمت ناحیه تاجیک آباد به سمت ناحیه لخش در حدود جماعت پیلدان به جری عمقش حدود 200 متر چپه شده. در نتیجه صدمه عمه داماد حاتمووا النساء حاتموونا سال تولدش 1964 ساکن جماعت دهات سر کشتی نوی رودکی جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده. راننده ماشین عمک بچه داماد حاتموو دلشاد سیمرادوویچ سال تولدش 1978 ساکن جماعت دهات اسکلان ناحیه رشت در بیمارستان جان باخته بود. خود داماد رحیمزاده مصطفی رجب سال تولدش 1996 با جراحت‌های وزنین در بیمارخانه بستری کرده شد، ولی طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. بنا به اطلاع دریافتی، مصطفی و دلشاد در شهر چلیابینسک روسیه در مهاجرت کاری قرار داشتند و به تاجیکستان برای گذرانیدن توی مصطفی برگشته بودند.